احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاکسرشت، صحابگانی که پیشوا و با برکاتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربانترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، الله همه شما را نگهبان باشد. ما درباره سبب‌های غفلت صحبت کرده ایستاده‌ایم. صحبت امروزه ما درباره آن سبب است که اکثریت ما به آن گرفتار هستیم و آن سبب خود را از عذاب الهی امین دانستن می باشد. چقدر انسان‌ها را الله مهلت داده با آنها نعمت‌های زیاد بخشیده است، در حالی که خودش درک نمی‌کند. چقدر انسان‌ها را الله مهلت داده گناه‌هایشان را پوشیده نگاه داشته است، در حالی که نمی‌داند. بسیاری از انسان‌ها هستند که نمی‌دانند رحمت الهی برای آنها یک امتحان است. احسنت ظنك بالأيام اذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. الله تعالی می‌فرماید: آیا اهل دهه ها از آن امین شدند که عذاب ما شبانگاه به آنها بیاید و آنها خفته باشند؟ آیا اهل دهه ها از آن امین شدند که عذاب ما وقتی چاشت به آنها بیاید و آنها بازی میکنند؟ آیا از مکر الله امین شدند؟ از مکر الله جز گروه زیانکاران کسی امین نمی‌شود. از مکر الله جز گروه زیانکاران کسی امین نمی‌شود. قومی که امیدهایشان به بخشش الهی آنها را فریب داد تا اینکه از دنیا رفتند، در حالی که هیچ کاری نیک ندارند. آنها گفتند ما به الله گمان نیک داریم. حسن بصری می‌فرماید آنها دروغ گفتند، زیرا اگر به الله گمان نیک می‌داشتند عمل نیک انجام می‌دادند. بله، چقدر انسان‌ها نافرمانی الله را می‌کنند. چقدر مردم از الله غافل هستند. آنها غافلند از آخرت. آنها غافلند از روزی که در پیشگاه الله خواهند ایستاد. با وجود همه این خود را از عذاب الهی در امان می‌بینند. نمی‌دانند که الله تعالی بین انسان و قلبش مانعه پیدا می‌گرداند. الله تعالی می‌فرماید بدانید که بیگمان الله بین انسان و قلبش حائل می‌شود. قلب را قلب می‌گویند، زیرا که دائما در حال دیگرگونی و تغییر است. مراقب دیگرگون شدن قلبت باش. در حالی که گناه می‌کنی خود را از عذاب الهی در امن ندان. اگر دیدی که الله تعالی به بنده اش آنچه را می‌خواهد داده است ولی او نافرمانی الله را می‌کند، بدان که این مهلت دادن الله است و به زودی گرفتار عذاب بزرگتر می‌شود. همراه من بخوان قول الله تعالی را: پس چون آن پرده را که به آنها داده شد فراموش کردند، بر آنها درهای همه چیز را گشوده ساختیم، یعنی به تدریج نعمت‌های فراوان دادیم تا آن هنگامی که با آنچه به آنها داده شد شادمان گشتند، ناگهان آنها را گرفتیم، پس آنها همه ناامید شدند. پس بیخ گروه ستمگاران باریده شد و سپاس الله را که پروردگار عالمیان است.
پیامبر صلی الله علیه و سلم چی عجیب فرمودند. در حدیثی که در صحیح مسلم از عبدالله ابن عمرو روایت شده است، قلب‌های فرزندان آدم کلاً به مانند یک قلب در میان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است که هر گونه بخواهد آنها را دیگرگون میکند. در روایت آمده است که سلمه فرمودند: ای رسول الله، آیا دلها دیگرگون میشوند؟ آن حضرت فرمودند: هر دل از دلهای فرزندان آدم در میان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان به مانند یک قلب است. اگر خواست آنها را راست میکند و اگر خواست کج میکند. پروردگارا، بعد از آن که به ما راه نمودی، دلهای ما را کج نکن و برای ما از نزد خودت نعمت عطا کن. همان تو عطا کننده ای. خودت را از مکر الله در امان ندان. خودت را از عذاب الهی در امان ندان، در حالی که نافرمانی الله را میکنی. اما اگر کسی به سبب ضعف و ناتوانی و انسان بودنش دوچار معصیت شود، و این چیزی است که هیچ کس از آن خالی نیست، زیرا عصمت و بیگناهی با پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاک سپاریده شد. اگر این بنده گریه کند و گناهایش را به توبه بشوید و خودش را از معصیت پاک کند و با گمان نیک به سوی پروردگارش بازگردد و الله تعالی را نافرمانی نکند، الله تعالی درجه او را با توبهش بالا می کند و او را در نزد اهل سما محبوب می گرداند. زیرا تمام فرزندان آدم خطا کننده هستند و بهترین خطا کنندگان توبه کنندگانند. الله توبه هیچ بنده را رد نمی کند و در هر ساعت فرق ندارد چی شبانه توبه کند یا چی روزانه توبه کند. الله می پذیرد. چگونه ای که پیامبر محبوبمون می فرماید صلی الله علیه و سلم: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر گناه نمی کردید الله شما را از میان بر می داشت و کسانی را به جای شما می آورد که گناه کنند و از الله طلب آموزش کنند و او نیز آنها را بخشد. به همین خاطر الله تبارک و تعالی در حدیث قدسی می فرماید: من بر اساس گمانی که بنده ام نسبت به من دارد، در اساس گمان بنده ام نسبت به من با او رفتار می کنم. هنگامی که مرا یاد کند من با او هستم. اگر مرا در تنهایی یاد کند من او را تنها یاد می کنم و اگر مرا در میان جمع یاد کرد من او را در میان جمع بهتر از آن یاد خواهم کرد. اگر به اندازه یک وجب به من نزدیک شود من به اندازه یک ذراع به او نزدیک می شوم و به اندازه یک ذراع به من نزدیک شود من به اندازه فاصله باز کرده دو دست به او نزدیک می شوم. اگر قدم زنان به سوی من آید من دوان دوان به سوی او خواهم آمد. در روایت احمد آمده است: پس هر چی گناهی که بخواهد همان گناه گمان کند. اگر گمانی خوب کند خوب و اگر بد کند بد. خودت را از مکر الله در امان ندان، در حالی که نافرمانی الله را انجام می دهی. خود را از عذاب الله در امان ندان. توبه کن و دوباره به سوی الله بازگرد. به قدر قوت و توانایی و امکانیتت عمل کن و به الله گمان نیک داشته باش. اگر لغزش کردی دوباره توبه کن و یقین داشته باش که دروازه توبه تا زمانی که مرگت فرا نرسیده باشد برایت باز است. از الله تعالی طلب می کنم که خاتمه هر یک ما را با ایمان گرداند. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمون محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى
أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى ويفوت